ماه فروردین یه اتفاقی براتون میفته که خیلی خرزوق میشید، خیلی خوشحال میشید، ولی بعدش بدبخت میشید چون این آرامش قبل طوفانه. الانم نیشتو ببند که مگس نره توش. اردیبهشت ماهی، یه حسود داری خیلی بهت حسادت میکنه، ولی برو بهش بگو اینقدر بهت حسادت نکنه، چون تو همچی مالی نیستی اصلا که بخواد بهت حسادت کنه. خرداد ماهی، متاسفانه باید بگم در امر کسب و کار دچار گسستگی میشی، یعنی به عبارت دیگه شکاف برمیداری. از الان برو نخسوزن بیار بذار جلو دستت. تیر ماه، قبل از تصمیم گیری برای انجام هر کاری فکر میکنی، ولی از اونجایی که فکر کردن و فکر نکردن یه نتیجه داره، پس به نظرم اصلا فکر نکن، اون بالا رو بذار استراحت کنه. مرداد ماهی، باید بگم این ماه کلن کچل میشی، دور سرت میریزه، همه مواد این تیکه ها از اینجا تا اینجا همش میریزه و کلن میشی کچل کچل کلاچه، این وسط سرت هم خالی میشه. شهریور ماهی، خواستگار برات میاد، ولی قیافتو میبینه پشیمون میشه و میره خونه همسایه خواستگاری.